برنامه اخبار آزادی را من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. امروز 7 آگوست است. در برنامه این موضوع ها را داریم. یک مجروح دیگری صدمه پرقربانی کلاب در بیمارخانه درگذشت. طبق اطلاع رسیده در این صدمه 11 نفر فوتیده، بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. 65,000 سامانی پاره گرفت و با 68,000 سامانی رها شد. دادگاه به پرونده پرسر و صدای مدیر سابق معارف ناحیه رودکی خاتمه بخشید. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید حکومت کشور در جنگ اوکراین بی‌طرف است. موقع خالصانه فعال را دارد. یک تن از مجروحان دیگری صدمه پرقربانی کلاب امروز در بیمارخانه جان داده است. شماره آنهایی که در این حادثه جان باختند به 11 نفر رسید. پزشکان میگویند بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند و چند نفر وضعشان وزنین ارزیابی می شود. شام روز گذشته ماشین بارکشی که از سمت ناحیه شمس‌دین شاهین می آمد با سرعت چند ماشین سمت مقابل را زیر نموده 2 منزل زیست را تخریب کرد. مقامات سبب حادثه را از کار ماندن ترمز این ماشین دانستند. دادستانی کلاب حادثه را تحقیق دارد. به حساب میانه هر روز 1 نفر در صدمه ها در تاجیکستان کشته می شوند و 3 نفر مجروح می گردند که این بلندترین آمار قربانیان صدمه در میان کشورهای منطقه است. و مقامات تاجیک میگویند از اول سال 7 بار با نمایندگان قرقیزستان برای تعیین و علامتگذاری مرز ملاقات کردند. نتیجه های ملاقات را اعلان نمی کنند ولی میگویند بعضی پیشروی ها هست. قسمی بیشتری مرز تاجیکستان با قرقیزستان علامتگذاری نشده است و این عامل بارها باعث مناقشه خونین در مرز دو کشور شده است. همکارم علیشیر ظریفی و امیر اسحاقی در این باره گزارش دارند. از اولی سال جاری تا حال گروه‌های کاری تاجیکستان و قرقیزستان در رابطه با حل مشکلات مرز 7 بار ملاقات کردند. ولی در این مدت میان آنها عملاً تعیین و علامتگذاری خط مرز صورت نگرفته بوده است. با این وجود رئیس کمیته زمینی تاجیکستان میگوید در گفتگوها یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است ولی از شرح جزئیات آن خودداری میکند. سوال به میان میآید که 7 مراتب واخوردیم و دیگر خط سرحد معین شد. در حقیقت در وقتی واخوری ها از هر دو طرف پیشنهاد ها تکلیف ها اوید به حل مسئله واریانت هایی که حل مسئله پیشنهاد کرده می شود و آموخته می شود. در اینجا منفعت های هم تاجیکستان هم قرقیزستان است که باید به هم آید. برای من این 7 واخوری که گذشت گوییم که این البته در آینده نتیجه خودش می‌دهد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان از آخر ماه اپریل سال 2021 در پی مناقشه‌های خونین بسته است. دو کشور تقریباً 1000 کیلومتر مرز دارند. با گفته مقامات تاجیک بیشتر از 300 کیلومتر آن تا حال علامتگذاری نشده است. گروه‌های کوری توپوگرافی جانب‌ها در قطعه‌ها در سرحد ناحیه سپیتمی، دیواشتیج و جابور رسول و ولایت سوق که با ناحیه لیلک جمهوری قرقیزستان همسر میباشد نویسجات لایحه‌ای گزارش خط سرحدی دولتی رو با درازی عمومی 101.86 کیلومتر انجام دادند. ما دوامی همین تا سال من 23 همین مساحت گوییم که خط لایحه‌اش کشیدیم، موافقه رسیدیم، پروتکل به امضا رسیده شده است. تعیین و نشانه‌گذاری مرز اساساً در منطقه‌های اهالی‌نشین دو کشور مشکل شده است. از یک طرف خانه‌ها و از طرف دیگر استفاده آب و چراگاه. هر دو جانب دلیل‌های خود را پیشنهاد نموده به حق بودنشان پایفشاری دارند. اما آنچه مایه نگرانی ساکنان دیهه‌های نزدیک مرزی شده است، جریانی به گفته آنها سست علامتگذاری مرز است. بعضی کارشناسان تخمین می‌زنند که تا حال میان جانب‌ها در مورد معین نمودن خط مرز اختلاف‌های زیادی باقی مانده است. مسئله نهایت درجه مشکل مانده است. حاضر علامتگذاری کردن در کار پیش از همه منطقه های را که همیشه در اونجا مناقشه ها رخ میداده و امروز جانب ها یک فکری یگانه ندارند.
فکر و عقیده فکت رقمی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده است جانب قرقیزستان قبول ندارد. وقتی که قرقیزستان اندیشه خودش را پیشنهاد میکند تاجیکستان قبول ندارد. مقامات میگویند کاری معین کردن سرحد آسان نبوده، گپ درباره آموختن محل و اثبات سندها و منفعت‌های هر دو طرف است که باید به هم آیند. علامتگذاری مرز به یکی از مسائل‌های اساسی میان دوشنبه و بیشکک تبدیل شده است. سال‌هاست که در منطقه‌های معین نشده مرز بین ساکنان و نظامیان مناقشه سر می‌زند. دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که یک گمانبر دیگر در ربودن شهرت اسمت‌اللهیف معاون رئیس اوریون بانک در ترکیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. از او بختیار سفروف 28 ساله نام بردند که یک روز بعد ربودن و کشتن بانکدار تاجیک به ترکیه فرار کرده است. شهرت اسمت‌اللهیف شام 23 ایون ربوده شد. مقامات گفتند او را کشته جسدش را به دریا پرتافتند. هنوز از او نشانی نیافتند. دادستانی گفته است از 15 گمانبر در قتل بانکدار 13 نفر را بازداشت کردند. اقبال نعمت‌الله سابق مدیر معارف ناحیه رودکی که هنگام کار در این مقام با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از وظیفه بازداشت گردید، با پرداخت تنها 3000 سومانی بیشتر از مبلغی که همچون پاره گرفته بود رها شده است. بازداشت این مقامدار تاجیک در ماه مارس امسال سر و صدا برپا کرده بود و موضوع رشوه‌گیری در ساحه معارف را دوباره داغ کرد. همکارم علیشیر ظریفی و براد یوسفی در این باره گزارش دارند. اقبال نعمت‌الله سابق مدیر شعبه معارف ناحیه رودکی که هنگام کار در این مقام با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از وظیفه بازداشت شده بود، با پرداخت 68000 سومانی جریمه رها شده است. ماه مارس امسال ماموران امنیتی تاجیکستان خبر دادند که او در چند ماه کاری از 36 مدیر این مکتب بیش از 65000 سومانی پاره گرفته است. او زمان بازداشت در یک برنامه تلویزیونی تاجیکستان این اتهامات را تصدیق کرده بود. در موبایل ماه دکتر سال 2022 با خاطر اتستات گذراندن دیرکتوران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 182 با مبلغ 10000 سومانی از دیرکتور مکتب 123 2000 سومانی از دیرکتور مکتب 65 با مبلغ 4000 سومانی از دیرکتور مکتب 66 با مبلغ 5000 سومانی از دیرکتور مکتب 173 با مبلغ 4000 سومانی را گرفتند. منابع رادیوی آزادی در مقامات دادگاهی روز 4 آگوست گفتند دادگاه ناحیه رودکی اقبال نعمت‌الله را 1000 نشان دهنده برای حسابها برابر به 68000 سومانی جریمه و با 5 سال از حقوق کار در بخش معارف محروم نموده است. با اطلاع منبع فعلا او در آزادی قرار دارد. معلوم نیست خود اقبال نعمت‌الله با حکم دادرس چی نظر دارد، ولی در دادگاه ناحیه رودکی گفتند حکم ماه ایون اعلان شده، سابق مدیر معارف بر آن اعتراض یا شکایت کاساسیونی نبرده است. وزیر معارف و علم تاجیکستان در تعیین اقبال نعمت‌الله به حیث مدیر معارف رودکی گفت: اقبال پیش از به وظیفه تعیین شدن در یکی از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی به حیث دیرکتور مکتب کار می‌کرد و وقتی که حجت‌ها برای تعیین به وظیفه مدیر شعبه معارف می‌شود، این حتما از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف در ماده 33 آمده است که تعیین با پیشنهاد مقامات اجرایی حکومت دولتی می‌شود. ما همه اون پروسیدوری که برای تعیین بود اینا رعایت شدن و ما را دعوت کرده بودیم، همراهش هم صحبت شدیم و دیدیم فعالیت دیدیم و وظیفه‌اش تعیین کردیم. نسبت اونی که با کارهای کورپسیونی دست نسبت کارهای کورپسیونیش در نزد قانون جواب شده. اقبال نعمت‌الله 32 ساله خودش اقرار شده بود که قبل از تعیین شدنش به وظیفه مدیر معارف ناحیه رودکی چند سال پیش در یکی از مکتب‌های ناحیه معلم تاریخ کار کرده است. 5 سال اخیر در شرکت فوز راننده بوده است. شهرت قدرتوف حقوقشناس تاجیک میگوید قانون برای چنین عمل فسادکاری جزای محروم ساختن از آزادی را پیش بینی کرده است. چون ما در اصل میبینیم که دیگر شخصان عادی گوییم که شهروندان عادی وقتی با چنین جرم نسبت اونو پرونده جنایتی آغاز کرده میشود، اونو از آزادی محروم کرده میشود با مهلت‌های از 5 و بالا.
اقبال نعمت‌الله در ماه اکتبر سال 2022 به این مقام تعیین شده و 4 ماه کار کرده است. بازداشت مدیر شعبه معارف ناحیه رودکی به اتهام رشوه‌خواری بحث تعیین افراد نامناسب را به منصب‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. یا مقامداری تاجیک اعلام کرد که تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین موقع خالصانه فعال را پیش گرفته در روابط خود به هیچ یک جانب افضلیت نمی‌دهد. کارشناسان هم میگویند با نظرداشت مسئله مهاجران و هم روابط با غرب، دوشنبه باید سیاست بی‌طرفی‌اش را در بحران اوکراین ادامه دهد. مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف گزارش می‌دهند. حمله روسیه به اوکراین کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را در حالت ناگوار گذاشته است. دوشنبه شریک استراتژی مسکو است و از سوی دیگر با اوکراین و کشورهای غربی نیز همکاری نزدیک دارد. در نشست خبری مرکز تحقیقات استراتژی دورنمای سیاست دوشنبه در جنگ روسیه علیه اوکراین بحث شد. با گذشت 1.5 سال از تجاوز روسیه، مقامداران تاجیکستان در این باره تقریبا چیزی نمیگویند. رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت گفت دوشنبه در بحران روسیه و اوکراین بی‌طرف است. جمهوری تاجیکستان پیش از همه من میخوام که یادآور شم که موقع خالصانه فعال را دارد در مورد حوادثی که در بین کشورهای روسیه و اوکراین اتفاق افتاده است. بحث دیگر در این نشست به جنگ ضد اوکراین رفتن تاجیکان از طرف روسیه بود. در یک سال اخیر خبر مرگ ده‌ها شهروند تاجیکستان در اوکراین رسانه‌ای شد. یک قسم آنها شهروندی روسیه را داشتند و قسم دیگر را از زندان‌های روسیه بردند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی میگوید درباره شرکت تاجیکان در جنگ ضد اوکراین مقامات یگان اعتراض رسمی دریافت نکردند. جمهوری تاجیکستان با فدراسیون روسیه سازشنامه بین دو جانبه در مورد قبول دو جانبه شهروندی را دارد و قبول کردن شهروندی پیش از همه در نزد هر یک نفر مسئولیت و عهده‌داری معین را پیش می‌گذارد. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی بر این نظرند که دوشنبه باید سیاست بی‌طرفی در بحران اوکراین را ادامه دهد، چون اگر ضد روسیه موقع گیرد هزارها تاجیکستانی در روسیه به مشکل دچار می‌شوند. از سوی دیگر اگر به طرفداری از مسکو صدا بلند کند میتواند زیر تحریم‌های کشورهای غرب ماند. من گمان کنم که این تخمین‌ها اونقدر پایه ندارند، چون تاجیکستان، اقتصاد تاجیکستان اونقدر قدرت ندارد که امروز ما توانیم ری اکسپورت کنیم این یا آن محصولاتی برای روسیه ضرور. حتی اگر که میکرده باشند نه در اون حجمی که برای کرایه زیر تحریم ها جایگیر شده این تاجیکستان شود. پایان این جنگ هنوز معلوم نیست. سؤال مطرح این است که متفقان روسیه از جمله تاجیکستان می توانند تا آخر سیاست بی‌طرفی را پیش گیرند یا آن را بازبینی می کنند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه. دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق از بالای حکم دادگاه عالی اقتصادی درباره دولتی کردن زمین این مؤسسه تعلیمی به زینه کاساسیونی شکایت کرده است. ماه یولی سال جاری دادستانی از دادگاه تقاضا کرده بود که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق به دولت بازگردانده شود. این زمین آخر سالهای 90 از سوی شبکه آقاخان خریداری شده. حالا مقامات دعوا دارند که خرید و فروش پرره غیر قانونی بود. سپاس که ما را همراهی کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و ادنکلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهدار شما بود.